تعداد کارگاه کارخانه در جمهوری زیاد شد و جوانان با کار دائمی تامین کرده شدند و در برابر دیگر سابقه داران جوانان نیز به کار مشغول باشند و به مهاجرت مهنتی نروند. انا چنین من آینده تاجیکستان را میخواهم. ما میخواهم که تاجیکستان خیلی آباد شده، در وطن خودمان مجاور در دیگه جو کار نکنم، مجاور میویو در وطن خودمان صاحب کار وایشان چخیل باز وطنمون رو زیباتر و درخشانتر کنیم. البته آزادی ها هم هست، محکومیت ها هم هست. یکی میخوام همیشه همه انسان ها آزاد باشن. ما آینده تاجیکستان میخوام که هر یک دختر خودش چه فهمونم آزاد حس کند، در سر لباس ما بچه ها کاردار نباشند و وقتی ما بیرون میبرویم ما یک گپای بیزیب نگن که لباس تو خلال لباس تو بیزیب است. هر کس باید خودش آزاد حس کنه. اما من آرزو دارم که در آینده تاجیکستان از فساد تازه میشود. مثلا برابر حقوقی در بین گپ هست که مثلا کمبغل از منصبدار فرق میکنه. من میخواستم که در نزد قانون هم جوابگوی باشد، هم منصبدار هم کمبغل. بعد پیشروی این رو میخوایم. اگر وقتی این کارو باشد حتما تاجیکستان باید بیشتر ترقی یافته. من میخوام که همین دانشگاه در Таджикистан бисёртар шавад. Таджики бедные за границей стараются, чтобы прокормить свою семью, своих детей. Это очень больно, печально. Но я надеюсь, скоро все изменится. И в этих прекрасных новостройках, которые строятся каждый день, наши таджики, сестры и братья приедут и будут жить там.